عقل میگوید بیا تو طاعتی جبار کن، نفس میگوید که هی هی ترک این گفتار کن. این دانست و باور داشت و ایمان داشت که بعد از مرگ زنده شدن است، در محکمه سودی خدا نشسته جواب دادن است. این باور داشت. به خاطر ان همان روز و نهى النفس عن الهوى، نفس خودش از پیروی هوا و شهوات کنترل کرد، نگاه داشت. این نفس خودش نگذاشت از قفای هوا و شهوت رود، نگذاشت. نفسش میخواهد زنا اما نگذاشت زنا کند. نفسش میخواهد توی کمسمالی کند، بعضی خواهرای ما بارین 1 ساعت 2 ساعت خرسندی دارد، بعضی پدر و مادرای بدبخت بارین، اما نگذاشت که از قفای نفس رود.